فکر میکنی داری به دیدن دوستت میری، اما در اصل اون قاتل تو. این ویدیو تا آخر تماشا کن. آیوا ماتسا، دختری که برای دیدن دوستش به آپارتمان اون میره. پس از ورود به آپارتمان، دختر با گلدون به سر آیوا ضربه میزنه و اونو بیهوش میکنه و حلق‌آویز میکنه تا خفه بشه. وقتی پلیس وارد آپارتمان میشه، جسد آیوا رو میبینه که سر و دست چپش قطع شده. اما وحشت ماجرا از اینجا شروع میشه. لطفاً اگه تا اینجا تماشا کردین با لایک و ساب حمایت کنید. خیلی ازتون ممنونم. دختر به خاطر اینکه سن کمی داشت هرگز نامش پخش نشد و در شبکه‌های مجازی اعتراف کرد. او دستم به قتل آلوده شد. شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید تا خونه‌های رو زمین رو پاک بکنم؟ هر کاری میکنم پاک نمیشه. بعد پست دیگه گذاشت و دست قطع شده و یک پیراهن خونالود رو گذاشته بود و بعد در آخر اعتراف کرد که هیچ کینه‌ای از آیوا نداشته و فقط می‌خواست یک نفر بکشه و ببینه چه حسی داره. اگر جای آیوا بودین از کی متوجه می‌شدین که دوستت میتونه قاتلت باشه؟ آیا همچین مسئله میشه فهمید؟ حتما کامنت کنید. دوستان نظرتون رو بیشتر بدونم.